شوغنون ناحیه زیبامنظر در قلب ولایت مختاری کوهستانی بدخشان است که با توجه روزافزون حکومت جمهوری تاجیکستان و سیاست بنیادکارانه رهبریت عالی مملکت روز تا روز به طور شناخته نشونده تغییر یافته، حالا در بین دیگر ناحیه‌های ولایت نه همچون کلانترین بلکه رشد یافته‌ترین ناحیه دانسته می شود. اگر صحیفه تاریخ بدخشان را ورقگردان نماییم، ناحیه شوغنون یکی از کلانترین مفزعهای حدود ولایت مختاری کوهستانی بدخشان می باشد که در 3 قسمت ولایت جایگیر است. ناحیه شوغنون دارای 7 جماعت و 62 دهه بوده، 7 فایز ولایت مختاری کوهستانی بدخشان را در بر میگیرد. تا چه اندازه این ناحیه بلندکو در ظرف 30 سال دوران صاحب استقلالی مملکت رشد و نمو نموده است، در برنامه امروزه شما را واقف خواهیم کرد. ما را همراه باشید. در ظرف 30 سال صاحب استقلالی مملکت در ناحیه شوغنون رشد اقتصادی و اجتماعی همه‌جانبه گسترش یافته، ساکنان این منطقه بلندکوه در عملی نمودن راه‌های نو پیشرفت و ترقیات قدم‌های استوار دارند. مخصوصاً باشندگان ناحیه شوغنون در عملی نمودن هدف‌های استراتژیکی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، تامین استقلالیت انرژتیکی، امنیت آذوقه‌واری، از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن دولت و صنعت کنونی با سرعت کشور در چند سال اخیر موقع اولین درجه داشته، با بنیاد کارگاه‌های خرد و بزرگ، تعمیر راه‌های ماشین‌گذر و انفراستراکچور حیاتاً مهم مقام شایسته دارند. در دوران شوروی ولایت مختار کوهستان بدخشان من جمله ناحیه شوغنون در فصل زمستان در ایزولیاسیون قرار داشت و خوشبختانه در صاحب استقلالی کشور با کمک بی‌واسطه پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان ساختمان شاهراه دوشنبه، کولاب، قلعه خم، خاروغ، کلمه، قرقرم آغاز یافته. خوشبختانه در طول نه اونقدر طولانی راه ماشین‌گذر کولاب، قلعه خم کشوده شد و خوشبختانه ولایت مختار کوهستان بدخشان با کشوده شدن این راه از ایزولیاسیون جغرافی برآورده شد و امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برای به استانداردهای بین المللی تبدیل دادن این شاهراه کارهای عظیم انجام داده شدند و چه خیلی که شاهد حال هستیم در طول نه چندان زیاد 6 پلی که برای رفت آمد مردم چه ولایت مختار کوهستان بدخشان چه دیگر منطقه ها به ولایت و بیرون از آن خیلی مهم بودند مورد استفاده بری قرار داده شد و زیاده از 104 کیلومتر راه ها سطح بین المللی تبدیل داده شدند و این در این سمت کارها امروز نیز ادامه یافته ایستادند و باید قید نماییم که در عرفه تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قطعه راه یوگید قلعه خم مورد استفاده بری قرار داده می شود و راه منطقه قلعه خم تا سرحد ناحیه روشان آغاز می یابد که این نه اینکه برای ولایت مختار کوهستان بدخشان برای شهروندان دیگر ناحیه ها من جمله ناحیه شوغنون یک قدم استوار برای از بنبست جغرافی برآوردن کشور و به دولت ترانزیتی تبدیل دادن آن مساعدت می نماید و همزمان با کشوده گردیدن راه مرغاب، کلمه، قرقرم برای رشد اقتصادیات ناحیه شوغنون برای ترقی دادن ساحه صاحبکاری، سودا و خدمت رسانی مساعدت کرده شد و امروز صاحبکاران ناحیه شوغنون آزادانه از جمهوری خلقی خطای مال و محصولات را وارد ناحیه گردانده ایستادند و تامینات از مال و کالا امروز پورا تامین شده ایستاده است. راه این عین حیات است. تمام مسئله های چه اقتصادی چه اجتماعی از راه های داخلی و خارجی آن وابستگی کلان دارد. اگر ما امروز با شوغنون امروزه همون با چشم خرد با چشم عقل نظر اندازیم
ما توسط شوغنون چهره خیلی زیبای استقلالیت جمهوری تاجیکستان رو میبینیم. در طول 30 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان در شوغنون ما چقدر دستاورد و کامیابی روی کار آورده استند. اگر ما به طور عمومی گوییم سخن ناتمام ماند، ولی بیایید یک با مثال‌های مشخص دقت دهیم. سال‌های حکومت شوروی شوغنون در داخل ریسپوبلیک تاجیکستان عرض وجود دارد، ولی شوغنون با مرکز تاجیکستان علاقه مستقیم ندارد. 6-7 ماه بین ناحیه شوغنون با سبب بد بودن وضعیت باد هوا قریب که علاقه وجود نداشت و من شخصا مثال آورده میتوانم که برای به شهر دوشنبه رفتن در ایام دانشجویی هم 6 روز در فرودگاه منتظر بلیت بودم، منتظر گرفتن بلیت، لیکن در طول 6 روز من بلیت رو گرفتن نتوانستم. اگر خود همین مثال رو با مسئله مسافران امروز مقایسه نماییم، برای به شهر دوشنبه رفتن برای ما یگان 7-8 ساعت در کار است. مردم از مشکلات خیلی زیادی توسط گشوده شدن راه خاراخ کولوب دوشنبه از بسیار مشکلات خلاص شد. تا زمان استقلال و آزادی مملکت، ناحیه شوغنون همچون بزرگترین حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان عملا مرکز مأموری نداشت. محض با هدایت و راهنمایی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 2010 ناحیه شوغنون صاحب مرکز مأموری خود شهرک وحدت گردید و امروز این گوشه زیبا در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت یکی از منظره های زیبا و دلفریب تاجیکستان دانسته می شود. من سال 2006 رئیس ناحیه شوغنون تعیین شدم و مشکلات های ناحیه در آن دوران خیلی زیاد بودند. الکی من 16 سال سپری گردیده است و برای هر یک ساکن این ناحیه خوب معلوم است که ناحیه حتی مرکز نداشت. در آن دوران پیشوای ملت جناب علی محترم امام علی رحمان با رئیسان شهر و ناحیه صحبت‌های تلفنی می‌نمودند و در یکی از صحبت‌های تلفنی پرسیدند که در ناحیه چه مشکلاتی داریم. ما گفتیم که با کمک‌های عملی پیشوای معظم اکثریت مشکلات‌ها از بین برداشته شدند، ولی برای پیشروی جامعه یک مشکلاتی است که واقعاً برای پیشرفت اقتصادیات و اجتماعیات ناحیه مساعدت نمی کند. جناب علی پرسیدند که این مشکلات چی است؟ ما گفتیم که مرکز ناحیه تا هنوز نامعین است. ناحیه کلانترین ولایت مختار کوهستان بدخشان ناحیه شوغنون است. حتی در تأسیس یابی و از ولایت مختار کوهستان بدخشان پیشگامتر هم باشد، تا هنوز مرکز مأموری آن معین نیست و آن در شهرچه برخاروق جایگیر است. هر اکثریت امارات ها با طلبات های دوران کاملا جوابگو نیستند و بناها فرسوده هستند، ولی با نظر داشتم که ما همچون اجاره نشین در شهر خاروق هستیم، آنها را حتی تعمیر و ترمیم کرده نمیتوانیم. جناب علی دستور دادند که وقتی با مجلس جنبستی آمدن این مسئله را بردارید، ما در یک فرصت کوتاه‌ترین آن را حل میکنیم. و بعد دایر گردیدن مجلس جنبستی سال 2006 جناب علی در مجلس سپارش دادند که فوراً این مسئله حل کرده شود. من علاقه 15 سال سپری شد و از یک دهه نظرناگیر امروز شهرک وحدت بنیاد گردیده است که واقعاً هم شهر معاصر هم شهر زمانوی است و به تمام طلبات‌های مرکز مأموری امروز جوابگو است. البته در آن دوران مشکلات‌های مردم هم خیلی زیاد بودند. برای حل مسائل از تمام منطقه مجبور میشدند که با برخوروق بیایند. حتی برای کارمندان هم جای موافق، جای مساعد، شرایط قلای موجود نبود، ولی با دستگیری به واسطه جناب علی در یک مدت کوتاه‌ترین این شهرک بنیاد گردید و امروز یکی از زیباترین محل‌های نه تنها ناحیه شوغنون بلکه در مجموع ولایت مختار کوهستان بدخشان محسوب می‌یابد.
در یک مدت کوتاه در شهرک وحدت ناحیه شغنان با هدایت‌های نیک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زیاده از 300 انشاءات موثر به مبلغ بیش از 700 میلیون سامانی ساخته شده مورد بهره برداری قرار داده شدند که بر رشد اقتصادی و اجتماعی این ناحیه بلندکوه بام جهان مساعدت خوبی نمود. عین حال در شهرک وحدت ناحیه شغنان کارهای سازندگی و بنیادکاری با سرعت ادامه داشته زیاده از 50 انشاءات خرد و بزرگ با مبلغ گذاری قریب 82 میلیون سامانی از جمله بنیاد بناهای شعبه گینتی مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، بیمارخانه مرکزی برای 70 کت خواب، مؤسسه نگهداری راههای اتومبیلگرد و کودکستان زمانوی برای 80 جای خواب، مؤسسه های معاصر زمانوی و میدانچه های ورزشی برای جوانان ناحیه شغنان ادامه تازه کسب نموده ایستاده است. ساکنان ناحیه شغنان سال رو به خاطر ندارند که پیشوای معظم ملت به ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر کاری نداشته باشد و سفر کاری که سال 2010 به ناحیه شغنان دایر گردید این یک سفر تاریخی برای مردم ناحیه شغنان محسوب می‌یابد، چرا که در سال 2010 گرچند که سالهای طولانی ناحیه شغنان مرکز معموری نداشت و با سپارش پیوسته پرزیدنت مملکت مرکز معموری ناحیه شغنان معین کرده شد و سال 2010 هنگام سفر کاری پیشوای معظم ملت مرکز معموری ناحیه شغنان تأسیس داده شد و به آن نام شهرک وحدت داده شد و سال 2010 ساختمان بناهای معموری ناحیه، مرکزهای خدمت رسانی، مرکز خدمت رسانی معیشی در مرکز ناحیه دوام یافت و امروز خوشبختانه مرکز معموری ناحیه شغنان به یک شهرک زیباترین نه اینکه ولایت مختار کوهستان بدخشان بلکه جمهوری تاجیکستان تبدیل یافته است و امروز آبادانی و سازندگی در این شهرک ادامه یافته ایستادند و عین حال انشاءات‌های جشنی به مناسبت 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه یافته ایستادند و امروز 2 ورزشگاه زمانوی، 2 مرکز سودا و مرکزهای خدمت رسانی ادامه یافته ایستادند و عموما در ناحیه شغنان به مناسبت 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 87 انشاءات با ارزش زیاده از 109 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده است و به حالت امروزه الکی 70 انشاءات مورد استفاده بری قرار داده شده است و انشاءات های دیگر تا تجلیل جشن 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده می شوند. محض ثمره بنیادکاری و سازندگی است که باشندگان زیبا منظره شغنان تمام دستاوردهای جمهوری تاجیکستان را در چهره شکوفان ناحیه شغنان مشاهده می نمایند و در نوبت خود در اطراف سیاست سازنده و صلح پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رو به آبادکاری و شکوفایی این ناحیه نهاده ایستادند. یکی از وسیله‌های اساسی رشد ناحیه شغنان را مسکنان جماعت‌های دهات به رونق ساحه صنعت در ناحیه مربوط می‌دانند. این است که در این ناحیه بلندکوه انشاءات پراقتدار ساحه صنعت و استحصالات از جمله کارخانه کارکرد غله موجود است که به تامین اهالی با محصولات خودی، تأسیس جایهای نوی کاری، ذخیره و تامین مواد نیاز اولیه موقعی استوار دارد. کارخانه در مساحت 1 هکتار زمین دامن پهن کرده امکانیت در یک شبانه روز استحصال نمودن بیش از 60 تن غله را داشته همچون بزرگترین کارگاه استحصالی در ناحیه شغنان ارزیابی می گردد که در ظرف 30 سال صاحب استقلالی روی کار آمد. در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان با مقصد رسیدن به یکی از هدفهای عالی مملکت تامین استقلالیت انرژتیکی در نیروگاه برقی آبی
فعالیت دارند که در تامین ساکنان با برق خوشصفت موقع کلیدی دارند. نیروگاه برقی آبی پامیر یکی از کلانترین منبع‌های استحصال نیروی برق در ناحیه شغنان دانسته شده. عین زمان 4 دستگاه آن با اقتدار 28000 کیلووات ساعت نیروی برق استحصال می‌نماید. نیروگاه برقی آبی پامیر در تامین ساکنان ناحیه‌های روشان، شغنان، اشکاشیم و شهر خاروق و ناحیه شغنان با برق خوشصفت موقع استوار دارد. در اول صاحب استقلالی کشور در ناحیه شغنان نیروگاه برقی آبی کلانترین ولایت مختار کوهستان بدخشان یعنی پامیر یک سال 1994 که سالهای دشوار چه اقتصادی و اجتماعی در جمهوری بود با اشتراک به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان قبول گردید و بعدا سال 2005 نیروگاه با اقتدار پورا مورد عملی قرار داده شد. در این سمت از طرف شبکه‌های انرژتیکی ناحیه شغنان خطهای بلند شدت و پست شدت زیرساخت‌های برقی و ترانسفورماتورها اکثریتشان تعمیر گردیده از نوسازی کرده شدند و خوشبختانه امروز تمام خواجگی خلق ناحیه شغنان از نیروی برق تامین گردیده 100% تامینات نیروی برق امروز در ناحیه شغنان تشکیل می‌دهد. همساله از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و مبلغ شریکان رشد تجهیزات داخل بنای نیروگاه برقی آبی پامیر یک تجدید و از نوسازی گردیده. نقطه تقسیمات قوه برق برای بهبودی صفت کار با 36 دوربین مشاهدوی نصب گردیده است. نیروگاه دارای بنای استحصالی با تمام تجهیزات ضروری، قسم نقبی آبگذر در قلب کوه در مسافه 3 کیلومتر و حفظ تنظیم شبانه روزی اینچنین دیگر انشاءات خرد و بزرگ عبارت می باشد. در نیروگاه مذکور با مقصد تامین اهالی ولایت و مشتریان در تمام فصلهای سال با قوه برق، زیرستگاه ها و دیگر تجهیزات قوه‌دهی از نو کرده شدند. کارمندان نیروگاه پامیر از روی نقشه چهاربین‌ها برای زمستانگذرانی کار کرده ایستادند. حاضر ما 3 تا دستگاه نیروگاه برقی پامیر یک کار کرده ایستادند. یک تا دستگاه سوم در تعمیر ایستاده است. نیروگاه برقی پامیر یک 60% استحصال برق را به عهده خود دارد. نیروگاه برقی یک جای با نیروگاه خاروق با نیروگاه یزگالان اشکاشیم نمادگوت یک جای در یک سیستم پاراللی کار کرده ایستادند. همین ناحیه‌های روشان، شغنان، اشکاشیم، روشقلا، شغنان، شهر خاروق رو با انرژی برق تامین کرده ایستادیم. زیرساخت‌های 110 کیلووات در ما هم اینجا ساخته ایستادیم. در بالاتر ساخته ایستادیم. از 110 کیلووات از ترانسفورماتور ما پیوست شده با اون زیرساخت‌های شهر خاروق پیوست می شود. تلفن نیروگاه برق رو کم می کند. بزرگترین انشاءاتی که در بدخشان در دوره استقلالیت روی کار آمد این با استفاده دادن نیروگاه برقی پامیر یک بود. این یک دستاورد خیلی بزرگی بود که توجه خیلی خاصه حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله پیشوای ملت را نسبت به بدخشان و نسبت به خود مردم شغنان انعکاس میکرد. یا در ناحیه شغنان زباده اردبراری به کار درآمد. دهها مکتب‌های نو ساخته شدند. خود مرکز ناحیه شغنان گیری یک مکان بیشتی و دیدنی است. خود همین مرکز ناحیه نیز باز همون سیمای هم ظاهری و هم معنوی مردم و سیمای ناحیه رو انعکاس می‌نماید.
مسئولین نیروگاه برقی آبی پامیر یک به آن میکشند که اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان را در تمام فصل سال با نیروی برق تامین نمایند و برای رسیدن به هدف استراتژی مملکت تامین استقلالیت انرژتیکی حصه ارزنده خود را گذارند. ناحیه شوغنون از حساب حجم استحصال صنعت دوام چند سال اخیر بعد شهر خوروغ در حدود ولایت موقع دوم را صاحب می باشد. این است که اقتدارهای نو روی کار آورده شده در برابر کارکرد سنگ، چوب و تخته، استحصال میبل، کارگاه‌های دوزندگی و بافندگی، قنادی و خشتبراری، فرم مرغ پروری، استحصال محصولات کشاورزی و دیگر کارگاه‌های عظیم استحصالی موجود بوده. اینچنین کارگاه‌های خرد و بزرگ نو تأسیس یافتند که بر رشد ساحه صنعت نگرانیده شدند. حالا در ناحیه تعداد کارخانه‌ها به 9 عدد و цех‌های خرد صنعتی به 45 عدد راست می‌آید. گرچندی که در دوران شوروی در ناحیه شوغنون تنها کارخانه‌های صنعتی انگشت شمار باشند هم و خوشبختانه در طول 30 سال استقلالیت دولتی جمهوری ترکستان در ناحیه شوغنون الکی 54 کارگاه و کارخانه‌ها مورد عمل قرار دارند و از اینا 9 کارخانه همچون رسمی و 45 کارگاه خرد فعالیت کرده ایستادند و برای استحصال نمودن محصولات بازارگیر و محصولات صادراتی و واردات وصل کننده کارگاه ها کار کرده ایستادند. صاحبکاران ما در سمت چه استحصال صنعت چه خدمت رسانی نیز مراق خوب ظاهر نموده ایستادند و خوشبختانه تعداد صاحبکاران نیز با معیوش نمودن شرایط کار، یعنی هنگامی که با سپارش به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامالله رحمان به کودکس اندوز جمهوری ترکستان تغییرات الوه ها وارد کرده شد و این امکانات داد که هم استحصالات در سمت کشاورزی و هم در سمت صنعت و خدمت رسانی یک باره بهبودی یابد. در جماعت دهات پاشور ناحیه شوغنون با مقصد جلب زنان خانشین به کار و عملی نمودن دستور و هدایت‌های رهبریت عالی مملکت عاید برنامه‌های گرانت پرزیدنتی کارگاه خرد شربت براری به فعالیت آغاز نموده است که امکانیت‌های وسیع دارد. در اساس برنامه گرانتی در کارگاه کارکرد میوه و سبزیجات به راه مانده شده در مرحله اول 6 نفر زنان بیکار به شغل فرا گرفته شدند. اولا عرض سپاسم به سوسوزور سلو وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمانов میرسانم که به ما زنان خانه‌نشین چنین امتیاز را داده با گرانت پرزیدنتی صاحب کار و رزق روزی خود گشتیم. من سال 2020 صاحب گرانت پرزیدنتی گشته سیخ جمعیت دارای مسئولیتش محدود خیرآور رو از میوه و مربا و شربت تیار نمودم. سالی که بیماری کووید 19 جهان رو فرا گرفت من 700 شیشه مربای آلو و زردآلو رو تیار نمودم و به مردم مرغاب اون رو که خیلی ضرور داشتن صادرات نمودم. این زمان در برابر من 6 نفر زنان خانه‌نشین کار و فعالیت می نمایند. در آینده نیت داریم که تجهیزاتی که از دولت چین به ما دسترس می شود
صف زنان بیکار در دیها کم خواهد شد. تحفه ما با سومین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان با مردم پیشنهاد نمودن محصولات از جهت اکولوژی تازه و صفت بلند می باشد. در ناحیه شغنان 15 نفر زنان هنرمند طبق گرانت پرزیدنتی فعالیت صاحبکاری را به راه مانده و این وسیله 60 نفر زنان خانه‌نشین را با کار تامین نمودند. مقام و مرتبه و موقع بانوان در ناحیه شغنان نظررس بوده، زنان و بانوان در تمام ساحه‌های حیاتاً مهم فعالیت گسستنی دارند. از جمله 71% زنان در ساحه معارف، 79% در ساحه تندرستی و 59% زنان در مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شغنان فعالیت دارند. محض در دوران صاحب استقلالی با دستگیری‌های همیشگی پرزیدنت کشور برای رشد صاحبکاری زنان و دختران با قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان از سال 2006 گرانت‌های پرزیدنتی تأسیس داده شد. این دستگیری امکان داد که زنان و دختران در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق فعالیت خود را با موفقیت شروع نمایند. بانوان ناحیه شغنان نیز از این اقدام دور نمانده 15 نفر زنان هنرمند صاحب گرانت پرزیدنتی گردیده، زیاده از 60 نفر زنان خانه‌نشین را با جای کار دائمی و موسمی تامین نمودند. رشد بخشیدن هنرهای مردمی بعد اعلان گردیدن سالهای 2018-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی از جانب هنرمندزنان جماعت‌های دهات ناحیه شغنان دستگیری عمیق پیدا نموده، نمونه‌های زیاد هنرهای سالیان دراز در گوشه فراموشی قرار داشته از نو احیا گردیدند. در برابر زنان هنرمند مرکز ماموری ناحیه شغنان شهرک وحدت، بانوان هنر آفر جماعت دهات ویر در پیروی به اقدام نیک پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت احیای قدیمترین عنعنه‌ها و هنرهای مردمی مقام شایسته داشته، با بنیاد کارگاه‌های خرد بر رونق این ساحه مراغ ظاهر می‌نمایند. هر یک کارمند با حس بلند مسئولیت در احیای هنرهای سالیان دراز در گوشه فراموشی قرار داشته از خود مهارت بلند نشان داده، مسئول دست خود را به بازارهای حدودی ولایت و بیرون از کشور به سودا میبرند. اساساً در چند سال اخیر در ناحیه هنر نمدمالی رشد یافته، طلبات به این نوع محصولات در بازار استحصالی روی به افزایش نهاده است. این است که فیصد معین هنرمندان به احیای این هنر مردمی روانه گردیده، به ضم این نسل جوان را نیز در این سمت تربیت نموده ایستادند. وقتی که جنوب ولی 2018 رشد سیاحی هنرهای مردمی اعلان نمود، از این فرصت استفاده برده جوان دختران و زنان خانه‌نشین رو ما جمع کرده و همین هنرهای مردمی کارهای قدیمه سر کرده. همین شروع نمودیم که همین کارهای قدیمه از بین نروند. ما با اون کورس هنرهای مردمی از بین نروند کورس گذراندیم و همین بوپندگی و دوزندگی و بو نمد بوپه همین کورسو گذراندیم، بو یوری شوله اولی گذراندیم کورسو، بو امسول مو همین کورس دوزندگی بو یوری شوله اولی گذراندیم. اوز جوان دختران خانه‌نشین همه کارها مشغول هستند، لیکن مو از نبودن کارخانه مو تنقیصی کلو میکشیم، جوی معین خود رو نمییابیم. فقط در فکر همین کارخانه هستیم که بو
شلو کارخانه مو سوخته شود بنیاد شود زنان خونه نشین ما باید از کارخانه تامین شود با موش کم هم باشند تامین شوند که تو اولو زندگی خود رو پیش برند 15 زن در اختیار همین کروی قدیمه همون رغمانسوزی و بو همون رومول بوپی و جیمپر بوپی و کرت دوزی توق دوزی نمد بوپی و همون شب نمد مولی و همین مشغول هستند 15 زن که هستند هنروی خوب دارند هنو از عده هنروی خود توی ما میبرویند ناحیه شغنان از لحاظ کشاورزی نیز یکی از موضع‌های رشد یافته‌ترین ولایت محسوب می‌یابد. زحمتکشان ناحیه امسال در میدان زیاده از 2000 گکتار دورنمای کشت زراعت را در همه شکل‌های خواجگی‌داری به راه مانده‌اند. چون شغنان دارای باغ‌های وسیع و زمین‌های کشتباب است، پرورش و نشونمای سبزوات و میوه‌جات در این مکان همه‌ساله به طور وسیع به راه مانده می‌شود. کشاورزان ناحیه شغنان تامین کنندگان اصیل بازارهای مرکزی ولایت از محصولات تر و تازه و خوش‌صفت وطنی دانسته شده، هر یک وجب زمین را ثمره‌ناک و با هدف‌های نیک استفاده می‌نمایند. این است که در ظرف 30 سال صاحب استقلالی مملکت کشاورزان توانستند در میدان 95 گا باغ نو میوه دهنده بنیاد نمایند و 110 گکتار باغ کهنه را به گردش کشاورزی درآورند. شغنون در موسم امسال در میدان 2084 گکتار نقشه دورنمای کشت زراعت‌های بهاری از طرف بخش کشاورزی نوعه شغنون تهیه گردیده. دسترس خواجگی‌های دهقانی و کشاورزان نوعه شغنون در میدان 996 گکتار کشت غله‌دانگی‌ها، 402 گکتار کشت کارتوشکا، 164 گکتار کشت سبزوات، 25 گکتار کشت علف‌های بسیار ساله سال جاری و 490 گکتار کشت علف‌های بسیار ساله سال‌های گذشته به کشت فرا گرفته شدند. دهقانان خواجگی‌های دهقانی جماعت دهات غریبشاه شهبازف نیز در تامین امنیت اوضاع‌قواری مملکت حصه نظررس داشته همه‌ساله زمین‌های نزد حولگی را ثمره‌ناک و عاقلانه استفاده می‌نمایند. امسال در همه شکل‌های خواجگی‌داری جماعت دهات غریبشاه شهبازف کشت محصولات کشاورزی به راه مانده شده نه تنها نشأونمای خوب دارد بلکه اهل زحمت با باوری تام عرض می‌دارند که در تامین ساکنان ولایت با محصولات کشاورزی حصه گذار خواهند بود. امنیت اوضاع‌قواری که از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود. بنابراین دهقانان خواجگی‌های دهقانی جماعت غریبشاه شهبازف هر سال در میدان کشت کارتوشکا و سبزوات را می‌گذرانند. امسال در میدان 26 گکتار کشت سبزوات و در میدان 17 گکتار کشت کارتوشکا گذرانده شد که برای تامین بازار شهر خوراک و سبزوات نگرانده شده است. ما اساساً با کشت کارتوشکا و سبزوات بیشتر مشغول میشویم که این با تامین نمودن بازار شهر خوراک مساعدت میکند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در هر یک چشم برآمدش امیر رو تاکید میکند که هر یک وجب زمین رو باید صرفه‌کارانه استفاده بریم. بنابراین در خواجگی دهقانی ما هم این رو به نوبت گرفته هر سال با کشت کار سبزوات کارتوشکا مشغول میشویم و یک وجب زمین رو بیکار نمیمونیم.
аҳли заҳмати ноҳияи шугнон барои дар амал татбиқ намудани дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати зиёд намудани теъдоди гармхонаҳои доимо амалкунанда дар ноҳия аз тамоми имкониятҳо истифода намуда ҳоло дар ноҳия 25 гармхона фаъолият дорад. дар худи ҷамоати деҳоти ванқалаи ноҳияи шугнон теъдоди гармхонаҳо ба 16 адад расидааст ки ҳар яки онҳо фаъолияти назаррас доранд. дар гармхонаҳои доимо амалкунанда деҳқонон асосан сабзавоти барвақтӣ ба монанди помидору бодиринг, пиёзу кабудӣ, қулфинай ва кӯчати гулро кишт менамоянд. аллакай дар гармхонаҳо кишти такрорӣ гузаронида шуда сабзавоти киштшуда нашъунамои хуб дорад. барои дар тамоми фаслҳои сол таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо сабзавоти барвақтӣ дар ноҳияи шугнон бунёди боз 25 гармхона дар нақша гирифта шудааст ки кор дар аксари ин гармхонаҳо идома дорад. ҷамоати деҳоти ванқала ки яке аз ҷамоатҳои дурдасти ноҳия мебошад, роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва ноҳия ёни шугнон ба он таваҷҷӯҳи хосаеро зоҳир менамоянд ва дар давраи соҳибистиқлолӣ дорои дастовардҳои назаррасе гардидаем. аз он ҷумла дар ҷамоати деҳоти ванқала соҳаи чородора барои нигаҳдошти моли майда дар ҳудуди ҷамоат 5 адад кашарҳои сохта шуда ва истифода дода шуданд ва сохтмони 1 адад кашар дар деҳаи миёнакӯ идома дорад. дар ҳудуди ҷамоат айни замон 16 адад гармхонаҳо фаъолият доранд ва бо дастгирии шарикони рушд сохтмони 25 адад гармхонаҳо идома дорад. ҳамчунин дар ҷамоати ванқала 14 адад истироҳатгоҳҳо вуҷуд доранд ва сайёҳони хориҷӣ ва дохилии кишварро ба худ ҷалб намуда истодаанд. дар ҳудуди ҷамоат 11 гармхонае ки доимо амалкунанда бошанд, дар онҳо ҳозир мавсими кишти дуюмбора сар шуд ва кишти сабзавоти дуюмбора сар шуд ва соҳибони гармхонаҳо метавонанд ба кишти дуюмбора дар вақти зимистон дар моҳи январ, феврал то моҳи март ҳамон маҳсулот худро ба бозори шаҳрхоро бароварда метавонанд. дар ноҳияи шугнон аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шугнон ва дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд 25 адад гармхонаҳои мавсимӣ мавриди истифодабарӣ қарор дода шудаанд. бо шарофати сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баробари рушди соҳаи иқтисоди ноҳия соҳаи маъриф, тандурустӣ ва фарҳанг низ дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. мардуми шарифи ноҳияи шугнон аз он ифтихор доранд ки рушди ин соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа дар партави сиёсати дурандешонаи роҳбарияти давлат сол ба сол ба натиҷаҳои баланди меҳнатӣ ноил мешавад. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар ноҳияи шугнон бинои хуштарҳу муосири шуъбаи маориф сохта шуда ба зами ин дар ҷамоату деҳоти ноҳия 25 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. чунин созандагиҳо имкон дод ки хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи шугнон дар олимпиадаҳои ноҳиявиву вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат намуда имсол тавонистанд бо баланд бардоштани сифати таҳсилот дар сатҳи ҷумҳуриявӣ 15 толибилм соҳиби ҷои намоён ва 15 медал гарданд. дар баробари муассисаҳои таълимӣ дар ин муддат дар ноҳияи шугнон 55 муассисаи рушди барвақтӣ ба таълиму тарбияи 1620 кӯдаки хуштоле машғул мебошанд. مسئله حساسی که ما به ما همچون معروفچیان به اون دقت اساسی داده ایستاده این صفت تحصیلات می باشد. اما مثلا ما در از روی نقشه کاری شعبه مهارت عرض 3 ماه ما صفت تحصیلات رو در مسائل تعلیمی نظارت میکنیم و یکی از مسئله ها این اشتراک خوانندگان در المپیاده ها، در حوزمون ها، در چوربین ها می باشد. در المپیاد فنی اگر ما تحلیل کنیم در سال تحصیل 2020-21 در سطح ولایت از ناحیه شغنان 54 خواننده اشتراک نموده به سطح جمهوری باشد 23 نفر خواننده را خط گرفتند که از آنها در سطح جمهوری باشد 15 نفر خوانندگان صاحب جاهای نمایان یکم، دوم و سوم گردیدند که از اینها یعنی 15 مدال ما 2 مدال طلا داریم، 2 مدال نقره و 11 مدال برنجی رو ما به دست آوردیم که این بعد نتیجه بلندترین سطح ولایت می باشد.
این چنین دیگر اشتراک خوانندگان در آزمون‌های فروغ صبح دانایی کتاب است، این فروغ معرفت است، خیلی نظررس است. امسال ما در سطح نویا که تحلیل نمودیم در سطح جماعت ها 1480 خواننده در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک نمودند و به سطح ولایت باشد ما 35 نفر را حلقه روخت دادیم و ما نیت داریم که در سطح ولایت نیز خوانندگان با برآمدهای جالب و نظررس برآمد می نمایند. مهیا گردیدن شرایط خوب تعلیم زمینه گذاشت تا طالب علمان مؤسسه های نوحیه در آزمون های سطح جمهوریوی و المپیاده های فنی اشتراک نموده مهارت و ملکه بلند دانش اندوزی خود را در ولایت و بیرون از آن نشان دهند. در سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان رشد صنعت و فرهنگ موقعی مهم داشته برای بلند برداشتن سویه دانش و حس وطن دوستی و خویشتن شناسی در نهاد ساکنان مملکت نقش مؤسسه های فرهنگی شایسته تحسین می باشد. در ناحیه شغنان تنها مؤسسه های فرهنگی و فراغتی از جمله کلوب و خانه های فرهنگی برای 250 نفر فعالیت داشتند. اهل فرهنگ و هنر ناحیه شغنان از نبودن شرایط خوب کاری از جمله نارسایی اسباب‌های موسیقی و تجهیزات لازمی کاری مشکلی می‌کشیدند. بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت جمهوری جمهوری تاجیکستان طبق نقشه چهاربین‌های تصدیق کرده مقامات اجرای محلی و بخش فرهنگ بسیار چهاربین‌های فرهنگی و عمومی برگزار گردیدند. آزمون ولایتی رقص بکن رقص در ناحیه جنبست گردیده موافق خلاصه اکمون در این سبقت جای اول رو جماعت دهات نوآباد، جای دوم رو جماعت دهات سوچان و جای سوم رو جماعت دهات میرزاجان شیرجانوف اشغال نمودم. این چنین سال سیوم است که طبق دستور و سپارش و سرپرستی پیشوای معظم ملت در جمهوری عزیزمون آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من قید می گردد و خوشبختانه سال از سال اعضایان داوطلبان به این آزمون بسیارتر پیدا شدند و امسال در این آزمون در ناحیه با یک شکوه و شهامت خاصه برگزار گردید و به دور ولایتی از روی 3 نامیناسیا و ژانرهای استرادی اکادمی و ننوی 26 نفر داوطلب به آزمون ولایتی راه گرفتند و چند پیش این آزمون ولایتی در تئاتر ولایتی برگزار گردیده. در این آزمون از نوع شغنان شوخرم جسور نوازنده انسامبل فلک از روی نامیناسیون کمپوزیتوری ژانر عربی جای اول گرفت. قاسم بیکوف تلابیک و گروه سیتار نوازان گروه سروندگان مکتب صنعت رقم 2 گلدختران آن از روی نامیناسیون سروندگی ژانر عربی جای سوم گرفتند و این چنین نیوز محمد نظر شو و عبدالله شویف سعدی از روی نامیناسیون نوازندگی ژانر اکادمی جای سوم گرفته راحت به دور جمهوری گرفتند. در ظرف 30 سال صاحب استقلالی مملکت مشکلات سوای فرهنگ حل خود را پیدا نموده فعالیت هنرمندان بهبودی یافت. از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز شهرک وحدت ناحیه شغنان سال 2018 انشاءات خوشتر و زمانوی قصر فرهنگ مورد بهره برداری قرار گرفت. حالا در این بنای مطابق به طلبات زمان 225 نفر هنرمند کار برده 2 انسامبل نیز فعالیت دارد. حال فرهنگ نوع شغنان امسال فستیوال آزمون جمهوری ایجادات خلق اندلیب 2021 رو به یک درجه بلند و به یک سطح بلند برگزار نمودند و در ولایت جای
نمایه رو اشغال نمودند و می بعدم آل فرهنگ تمام کوشش غیرت به خرج میداد که تا 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رو با دستاوردهای بلند فرهنگی و هنری پیشواز گیرد. در برابر انشاءات حیاتاً مهم در ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان معروفترین زیارتگاه‌های شخصان معتبر و یادگاری‌های تاریخی ارز هستی دارند. معروفترین جای چشمه ناصر خسرو می باشد. مجمع ناصر خسرو در یکی از موضع‌های دلفریب ناحیه شغنان جای داشته، یکی از مکان‌های تماشاباب سیاحان داخلی و خارجی تبدیل یافته است. مهمانی که به ناحیه شغنان تشریف می‌بیارد حتما از این موضع دیده می‌کند و آب مصفا و زلال چشمه ناصر خسرو را نوش جان می‌کند. ما نیز برای عملی نمودن نیت‌های نیکی در دل داشته آب مصفا و زلال این چشمه را نوش جان خواهیم کرد. آب چشمه ناصر خسرو همیشه روان بوده، در فصل تابستان سرد و در موسم سرما گرم می باشد و نوش جان نمودن این آب مصفا و نقره‌فام و تشنه شکنش هر یک شخص را قدرت و توان می بخشد. این آب بسیار امان دارد، چیزی که خاصیت خیلی خوب دارد. در تابستان و بسیار خنک می شود، در زمستان گرم می شود. از روی روایت همین درختان همین شخص بزرگوار نشون. از روی روایت همین خرانلو اگر گیریم قریب 960 سال با همین درخت یگان کس جرأت نمی کرده است که همین درختان یک شاخه را ببرد. ساکنان ناحیه شغنان با مقصد محبوبیت زیاد داشتن نسبت شاه ناصر خسرو در این موضع آثارخانه و خانه عرفی قدیمه مردم بدخشان را بنیاد نمودند. در آثارخانه کتاب‌های ایجاد کرده شاعر و فیلسوف بزرگ حکیم ناصر خسرو که از سفرهای او به گوشه و کنار جهان شهادت می‌دهد گردآوری شدند. همسال سیاحان زیاد از خانه قدیمه مسکونان بام جهان که همچون تمدن و فرهنگ ملت تاجیک چی در گذشته و چی در زمان امروزه حفظ گردیدند دیدن می نمایند. خانه عرفی تاجیکان کوهستان بدخشان همچون نمونه هماهنگ ساختن دو جهان، طبیعت و انسان که توسط نیروی سازنده تفکر انسانی بنیاد شده است معنیداد می گردد. از روی روایت تاریخ شناسانی ولایت تمام قسم‌های خانه عرفی بدخشانی از نگاه ساختمانی و معماری معنای وسیع به خود خاصه دارد. در یک موضع مرکز نوع شغنانه که یک دو سه قدم دورتر چشمه افسانوی ناصر خسرو بنیاد شده است که هم دوران شوروی و هم دوران استقلالیت و آدمان برای زیارت این چشمه و از آب زلال اون نوش جان میکنیم. ما از این بسیار فخر داریم که ما ساکن چنین مرکز ناحیه هستیم که یک چشمه افسانوی و از طرف فرزند فرزانه ملت تاجیک ناصر خسرو گویا این چشمه بنا شده است و آب زلالش با توسط دعای امان ناصر خسرو برآمده است و در آنجا ما آثارخانه ناصر خسرو داریم که میمانان و سیاحان می‌بیایند از فعالیت ناحیه شغنان، از فعالیت پیر برکمال سید ناصر خسرو برآور میشوند. در برابر تاریخ طولانی داشتن ناحیه شغنان در دوام 100 ساله ها این منطقه ولایت چهره های زیاد علمی، تاریخی و فرهنگی را در دامن پاک خود پروریده به وایه رسانده است که برای تشکیل نمودن دولت ملی تاجیکان، برقرار نمودن عدالت و حقیقت تاریخ خلق تاجیک و دیگر مسئله های مهم خواجگی خلق جانثاری ها نمودند. مردمانی که در اطراف سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان، در اطراف سیاست خردمندانه پیشوای ملت
متحد شده هستند و رو به آبادکاری نهادند و در ناحیه شغنان بزرگان زیادی از زمان های قدیم زندگی کرده هستند، برای خلق و وطن خدمت کرده هستند. عادتا وقتی که ما در باره بزرگان گپ میزنیم پیش از همه در پیش نظر و در اندیشه سمای قهرمان تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور می بیاید و مانند شیرینشاه شاه تیمور در ناحیه شغنان فداییان خیلی زیاد زندگی میکردند که حقیقتا فداکارانه برای خلق و وطن خدمت میکردند. نویسنده که شغنان است عطا میرخواجه با یک فخر بزرگ گپ زده میخواهم. عطا میرخواجه در زمان استقلالیت با اشعارش با اثرهای دیگرش مردم را به سوی تحکیم استقلالیت، به سوی دستگیری سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان راهنمایی کرده و من مخصوصا باید افتخار زیاد نام رمان عطا میرخواجه که در زمان استقلالیت روی کار آمد، سرای سنگ که امروز وی را در ادبیات تاجیک یک پدیده نوی میگویند که این گونه سخن درباره سرای سنگ که میگویند درباره رمان ساطع ملاقزاده در دورش میگفتند. من درباره مثال گپ شاعران معاصر امروزه شغنان، رودابه مکرم، رعنای مبارز و بزرگان دیگر معنویات و فرهنگ ناحیه شغنان گپ زده میخواهم که آنها نیز چهره خیلی زیبای استقلالیت امروزه تاجیکستان میباشد. شیرینشاه شاه تیمور از زمره فرزندان برومند تاجیکستان به حساب می رود که زاده و پروریده این دیار است. در زادگاه این فرزند ملت تاجیک آثارخانه و خانه او تا کنون محفوظ نگاه داشته شده به حیث یک مکان تماشاباب تبدیل یافته است. امروز خلق تاجیک از تاریخ جانفدایی های این سرسپرده وطن به خوبی آگاه می باشد، زیرا سهم این سیاستمدار سطح جهانی برای حفظ خودشناسی ملی، دفاع از ناموس و نام و اعتبار انسانی به غایت بلند معنی داد می گردد. اون لحظه هایی که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان در کدام منطقه جهان نباشد باید اسم و مسئولیت و وطن پرستی و وطن دوستی خود را نشان دهد و باید گوید که من تاجیک و تاجیکستانی هستم، زیرا که ما یک سخن نهایت بزرگ شیرینشاه شاه تیموروف را یادرس کردن ما ضرور است. اون کس برای در سطح جمهوری ترکستان تعیین نمودن طلبات گرفته است که باید با جمهوری دیگر همسایه برادر ما سفر کند و اون کس گفته است که در آنجا تاجیک است، من باید در آنجا رفته کار و فعالیت نمایم و به خاطر تمام مردم سمرقند و بخارا اولین شده این شخص وطن دوست توانست این دولتداری را رهبری نموده ملت تاجیک را به سطح بلند دنیا برآورد. خادم نمایان دولتی و سیاسی و عالم مویانشاه نظرشاهیف که از زمره شخصیت‌های برومند تاجیکستان دانسته می شود، زاده ناحیه شغنان است. اگر به تاریخنامه این خادم نمایان سیاسی نظر اندازیم، معلوم می گردد که او فعالیت خود را به حیث آموزگار آغاز نموده تا زینه‌های بلند راهبری رسیده است. بار اول سال 1937 به مکتب دیها قدم گذاشتم. از همین جا قدم نخستین او به دنیای علم سر شد. البته در سالهای جنگ بزرگ وطنی گرچند یکی از فرزندان برومند این دیار اورشاه خسروشاهیف که هم سال و هم مسلک موانشاه بود به جنگ رفت، مستبیک توش محمدوف هم به جنگ رفت، اما موانشاه رچ خیلی بود که به جنگ نرفت، اما او در عقیبگاه توانست که مبلغ زیادی را جمع‌آوری نماید و برای ساختمان سمالیات و تانک‌ها رایی کند که این هم یک جانثاری برای خلق و وطن بود. اینچنین موانشاه نظرشاهیف توانستند که با راهبر اکادمی فنهای او وقت راهبری این اکادمی رو کلدش با بوده داشتند، مسئله در پامیر یا بنیاد نمودن باغ بوتانیکی
و ساختن مؤسسه‌های تعلیم را با میان گذاشتند و این کارها نیز عملی گردیدند. بغیر از این مردم خوب یاد دارند که در یکی از فصل‌های زمستان برف بسیار راههایی که هست هر طرف محکم بودند مایشان از ارشاف توانست است که با قوه سرحدبانان روس توسط تکنیک حربی مواد آذوقه را از شهر اوش قرقیزستان وارد بدخشان نماید و مردم را با غذا تامین نماید. امروز اگر یادآور شویم همکاران او گفته بودند که وقتی که بار نخستین ماشین ها با بدخشان میان سال 40 اینا کودکان وقتی در گرد ماشین ها جمع میشند و با تعجب تماشا میکنند. معلم عبدالله شایف رمزی گفت که مایشا بیا راننده میشیم، یکی میگه مایشا خندید گفت که نه من معلم میشم و فرزندای شما را درس میدم. یکی بعد از وفاتش هیکلی یافت، دیگر خود در زندگانی هیکلی بود. آثارخانه این ابرمرد تاریخ از کتاب‌هایی که با احساس محبت زیاد روی اوراق سفید گردآوری شده است غنی بوده، این اثرها تا نسل امروزه به یادگار ماندند. در دوران صاحب استقلالی مملکت در ناحیه شغنان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان یک دهه نو با نام رحمان‌آباد تأسیس داده شد. باشندگان ناحیه زیبا منظره شغنان در مشکلترین روزها نیز زیر غمخوری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان قرار دارند. یادآور می‌شویم که 15 ایول سال 2015 در دهه برسم جماعت دهات سوچان ناحیه شغنان بنابر رخ دادن آفت طبیعی 80 خانه استقامتی ساکنان دهه کلاً ویران و ولنگار گردید و به اقتصادیات این ناحیه میلیون‌ها هزار سامانی خسارات وارد نمود. این حادثه نابهنگامی طبیعت از نخستین لحظه رخ دادن آفت طبیعی زیر نظارت رهبریت دولت قرار گرفت. خوشبختانه با سپورش پیشوای معظم ملت در یک مدت کوتاه در 2 ماه که یگان دولت دنیا ندید، حتی همسایگان ما افغانستان میگن که در ما در اون فاجعه زمین جنبی اما خانه هاش ولنگار شدند و ما رو در شهرک خیموی ما رو انتقال دادن و تا به حال ما در همون خیمه های دریدگی. لیکن شما حقیقتا به همین درجه من رهبر دلسوز داشته استید که در یک مدت کوتاه برای شما وی کردگی آراسته کردند و جناب اولی البته برای همون باشندگان برای همون ضرر دیدگان از سوزن تا چیزی که وعده کرد و یکی از همون ساکنان همون دیگه من پیشترم به همین درجه زندگی نداشتم. امروز ما را برابر کرد. امروز 82 خانواده از آفت طبیعی ضرر دیده دهه برسم در خانه‌های نو که در مهلت کوتاه با دستور و سپارش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بنیاد و با موثرترین شرایط زیست و زندگانی جهازانیده شدند، زندگی آسوده حالانه دارند. مبلغ عمومی برای بنیاد منزل‌های استقامتی صرف شده 2,400,000 سامانی را تشکیل داد. در شهرک غیر از منزل‌های استقامتی با دستگیری رهبریت عالی مملکت انشاءات معیشی نیز بنیاد گردید که به سطح و صفت زندگی باشندگان تکانی دیگر بخشید. بنیاد مؤسسه تعلیمی برای 240 جای نشست امکان داد که مسئولین دهه نو بنیاد تعلیم مکتبی را در نزدیکی منزل زیست خود به راه مانند. قامت افراختن مرکز سلامتی شهرک و با کادرهای صحوی تامین گردیدن آن امکان داد که سلامتی ساکنان دهه سری وقتی و با صفت بلند تشخیص و به تبابت فرا گرفته شود. ساکنان این روستا به خاطر ارجگذاری به غمخواری و لطف و مرحمت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان دهه نو بنیاد را با اظهار صمیمیت رحمان آباد نامگذاری نمودند. ماه ایول سال 2015 مردم دهه کلخوزآباد و دهه برسم از آفت طبیعی آسیب دیدند. با تشبث پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری ما رو تنها نمود، به ما یاردم کرد، صاحب خانه و در کرد، صاحب جهاز کرد، صاحب تکنیک و چیب ما رو کرد که ما از اون خیلی منت داریم. مهر و محبت زیاد داشتن نسبت به پرزیدنت ما امام علی رحمان. ما ساکنان 2 دهه یعنی برسم و کلخوزآباد نام این دهه رو به نام پیشوای ملت یعنی
президенти ҷумҳурии тоҷикистон раҳмон обод гузоштанд. агар саҳифаҳои таърихи бадахшонро варақгардон намоем, ноҳияи шугнон яке аз мавзеъҳои калонтарин дониста мешавад ки дар 3 қисмати вилоят ҷойгир аст. дар баробари шаҳраки ваҳдати ноҳияи шугнон корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар дигар ҷамоатҳои деҳот низ вусъати тоза дорад. дар муддати кӯтоҳ бо талошҳои хастанопазири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамоатҳои дурдасти ноҳия низ муассисаҳои муосири таълимӣ, меҳмонхонаҳои муосир барои қабули меҳмонон, марказҳои савдо, тарабхонаҳо ва дигар инфрасохтори муосир қомат афрохтааст ки ба беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии бошандагон такони ҷиддӣ бахшидааст. яке аз маконҳое ки имрӯз боиси таваҷҷӯҳи сайёҳони дохиливу хориҷӣ дар ноҳияи шугнон гардидааст, ин обҳои шифобахши чашмаҳои ноҳияи шугнон мебошанд. дар худи ҷамоати деҳоти ванқалаи ноҳияи шугнон 14 осоишгоҳ ки ҳамаи онҳо дар асоси обҳои шифобахш фаъолият намуда истоданд, шабу рӯз дар хизмати мардум қарор доранд. пирони рӯзгордида ва шахсони сину соли гуногун аз дастгирии сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии мамлакат дар самти рушди тамоми ҷанбаҳои ин ноҳия ки имрӯз пешрафтатарин гӯшаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дониста мешавад, арзи сипос ва миннатдории бепоёни худро баён медоранд. зеро дар муқоиса ба даврони шӯравӣ имрӯз ин гӯшаи вилоят ба як макони назаррабову диданӣ табдил ёфтааст. شاهد حال آن است که همه تأسیس مرکز نوحه شغنان در طول 70 سال دوران شوروی نوحه شغنان به مرکز بود و با ابتکار و با سعی و تلاش به واسطه اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در سال 2010 خشت اول بنای مرکز ماموریت ناحیه شغنان گذاشته شد و در سال 2012 این بنای ماموری ناحیه شغنان به استفاده داشت شد و باید قطع کرد که همین مرکز ناحیه شغنان به یک شهرک بسیار زیبا تبدیل یافته است. ما از این افتخار داریم و این هم افتخار ماست. هم مسئولیت کلان بر دوش ما می اندازد که ما این خدمت های جناب عالی رو همیشه پاس داریم. بسیار آباد و زیبا شده است. نه اینکه مرکز ناحیه بلکه به یک شهرک زیبای تبدیل شده است که شب هم چراغان است و مردم ها با نبیره ها و با عائله های خود سیر و گشت می کنند و از هوای تازه ناحیه شغنان نفس میکشند. ناحیه شغنان یکی از گوشه‌های روشنموده ولایت مختار کوهستان بدخشان محسوب می‌شود که با چهره‌های نورانی، شخصیت‌های بزرگ و اهل ضیا نه تنها در مقیاس جمهوری شهرت یابند. این ناحیه بلندکوه حالا نیز در حال رشد قرار دارد و ساکنان صاحب فرهنگ ناحیه برای رشد نمای منبعده ناحیه شغنان نقشه‌های هدفرس را تحریزی نموده استودند که در آینده به همین شکل و شبه ادامه خواهد نمود. زیرا شهرک وحدت ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان زاده صاحب استقلالی کشور بوده، با سیاست دوراندیشانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یک مهلت کوتاه تاریخ بنیاد شده به یک مکان دوست داشته مردم شغنان زمین تبدیل نام کرده است.